سلام دوست، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام در مورد استراکچر بلاک و کاربرد و کاری که باش میتونیم حرف بزنیم. اون که از این ویدیو خوش اومدید، قبلش لایک کن و سابسکرایب فراموش نشه. بزن به این سراغ ویدیو. خب برسونه که باید از کامند شروع کنیم که همین بالا صفحه میذارن، همین رو اگه بزنید توی بخش چت یه بلاکی بهتون میده که اومد اسمش استراکچر بلاکی. همونطور که میگه مربع این دوره براش میاد که این برای کارایشه و کارایی که این میکنه اینه که همونطور که میگه اینجا نمایش میده، یعنی که توی اون بخش محدودی که شما انتخاب میکنید و نمایش میده. همونطور که شما توی اینجا محدودش رو بزنید و ببینید مثلا کجا بزنید. این همش سایزش که میگه که شما توی کجا اندازه رو بزنید که حالا من میزنم 10 و همونطور که میبینید که خود بزرگتر شد. حالا اگه بایم بزنیم 10 بالاتر و اگر زیر بزنیم بالاتر 5 تر میشه و این مربع 10 اومده. شاید این منطقه که شما اینستاگرام بخواید و نمیخواید مثلا اینجا مثلا خود میزنید -9. همونطور میبینید اومده پایین و پایین نشون میده. حالا مثلا میتونید بزنید 0، همینطور اینجا نشون میده. و این offset همونطور که میدونید میتونه جای مختلفی بیاره. مثلا من میزنم -60 و میاره که قرآن نشون میده. همونطور که میبینید هر دیگه تو محدوده هست نشون میده. و این خیلی باله. و چیزی هم که هست اینه که شما میتونید توی این بلاک هر چیزی که میخواید لود رو سیو کنید. مثلا من این مختصات میزنم اینجا 100. مثلا الان من یک عددی میزنم اینجا که بیسی بیاره. بعد از اینجا اومد. خوب بعد میان توی مود میان سیو رو انتخاب میکنید که همونطور که میبینید الان این گزینه هیچ کاری نداشته باشید، همین سیو تو این مموری رو بزنید، بعد بیاد بالا توی این بر سیو رو بزنید، اینجا سیو رو میزنید، بعد یه اسم انتخاب کنید، بعد الان سیو شد. حالا اگه بیاین یه جای دیگه مثلا حالا من میارم اینجا اینو استراکچر بلاک میذارم، حالا میام توی اینجا اینو بزنم لود و استراکچر نیم رو میذارم اون چیزی بالا من ایکس گذاشتم الان میزنم ایکس، الان یه میاره. حالا اینو لودش رو بزنیم الان میبینید اینجا خالیه و لود رو بزنیم الان یه سی میاره. من میبینید همون چیزی که ما انتخاب کردیم مثل با همون جزئیاتش هستی آورد. و شما که کاری خیلی مختلف اینطوری کنید، مثلا بیل که کردیم توی از یه جا به یه جا دیگه ببرید، مثلا چیزی که میخواید ببرید یه جا دیگه، یا مثلا اگه میخواید بیل بزرگی هستش رو ببرید یه جا دیگه، اینطوری خیلی راحت میتونید کار بکنید بدون هیچ مودی. و خب این با شما خیلی کار میتونید با این بکنید و خیلی چیزا داره. بعد یه هستش مثل بریر استراکچر بلاکی و خب اون فقط تو جاوا هستش رو بلاک نیستش. حالا اکسیون براتون میذارم، اونو اگه توی جاوا بود اونا میتونید داشته باشیم چون بدروک نیستش اینا. و خب شما همونطوری گفتم میتونید با این کار جالبی بکنید، ولی محدودش رو 64 بلاک، این سایزش فقط رو 64 بلاک میره و خب شما دیگه بیشتر از این نمیتونید کار کنید چون نمیکشه. ولی کاربرد دیگه میتونید بکنید اینه که مثلا توی منطقه از هر جایی که خواستید ما مثلا میتونید مثل دوربین استفاده کنید که هر کاری که کردن بلاک گذاشتن میتونید ببینید، ولی انتیتی ها یا ماپ های پلیر رو نشون نمیده تو محدوده رو. و خب شما توی قروی زمین من بگردید باش و خب خیلی باحاله نظرم. و مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با ما بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه خدا